نمیشناسم. اونا منو میشناسن ولی من اونا رو نمیشناسم. محله تو نمیشناسی؟ اصلا من اصلا هیچ کس رو ندیدم همسایه‌مونو. خب معلومه نه. فردا هم تو سر کوچه هم دیگه رو ببینید. من از در خونه که میرم پایین سوار ماشین میشم میرم، از بیرون که میام ماشین رو تحویل میدم میام بالا، هیچکی منو نمیبینه. بچه ها چجور پس میگه چجور با من عکس گرفتن کلی؟ مگه اینکه مثلا تو روز منتظر ماشینم وایسم، مثلا هنوز ماشینمو از پارکینگ نیورده باشن اونجوری تحت اون شاید 2-3 بار قرار گرفتم این اتفاق افتاده، همون 2-3 بار دیگه، زیاد نبوده. باش منم باور کردم. یه 2 بار یه 2 تا خانومو دیدم اینجا، فکر کنم کار همونا بود. کیو دیدی؟ 2 تا خانوم بودن نمیشناختم، بعدن گفتن نیلی ما خیلی تو رو دوست داریم و اینا، گفتم مرسی، بعد با هم عکس گرفتیم و رفتن. یه بار دیگه هم 2 تا خانومو دیدیم، یه مادر و دختر بودن، همین دیگه، همین 2 بار بود که منو دیدن 2 تا ایرانی. شعر میدارم میخوام بگم نمیتونم نگم. یو محل زندگی ما نه نگو دیگه، محل زندگی آخه درست نیست. میان بعد از فردا جلو در خونه اذیت هم میکنن، واقعا میان اذیت میکنن، یعنی بدونن من کجا میان کرم میریزن. میدونید میشناسید که منم درم واقعا یه دختر تک و تنها دارم زندگی میکنم و یه ذره واسم دردسر میشه این قضیه. اینقدر آدم دور جان چی بود؟ یه دفعه پیجم رفرش شد 10 دقیقه بود هنگ بود خرید اومد. نه داریم که اون اتفاق افته که فکر میکنی اصلا بیا من اینا، ولی الان که نه نگید بهتر باش. بعد اون چی بود بگم اون بازیگر الان همسایه‌تون شما چی؟ اون بازیگره که همسایه‌تون نه چه بازیگری؟ بازیگر همسایه‌ت ایرانی؟ آره یا ترک؟ نه ایرانی. بازیگر تلویزیون سینمای ایران؟ تو که نمیشناسیش گردنش هم نمیگیری ولی همونجا. مرد یا زنه؟ زنه. بازیگر اسمش چیه خب؟ با ر شروع دقیقا 3 طبقه بالاتر از تو. واقعا من نمیدونستم، به خدا به جون مادرم نمیدونستم. تو آسانسور همون تو آسانسور ببین. مطمئنی؟ بله فکر نکنم. نه بله دیروز اومدم. بله بعد مثلا اگه تو آسانسور هم دیگه ببینید چیکار میکنی؟ من آخه نمیشناسم این خانومو برچه مثلا سرشی بگه که مثلا منو ببر یه 2 تا کوچه پایین‌تر نون بگیرم. آره چرا جواب ندم؟ چیه مگه بنده خداست دیگه. تو آسانسور ببینیش چی؟ سلام علیک میکنم باش. میگه وای نیلی جان چطوری من برای تنگ شده بود چرا آنتالیا تنگ؟ چرا که نه. مثلا اگه بهت گفت چرا آنتالیا منو تنها گذاشت. من تنها گذاشتم میتونست با من بیاد. من بود دوست پسرم دعوام شده بود، خانم ترجیح دادن بمونن اونجا با من نیان. مهم نیست که خودش بود پیش تو اومدی. چی؟ نه هیچی بچه اونا که بعد متوجه میشدن متوجه خب شدن. نه بگو من تایید کنم بعد. تایید کردی دیگه گفتی میخواستن دوتایی با هم برگردید اون مون شما نه اومد. نه من دعوام شده بود. چرا حرف میکنی تو دهن آدم؟ همون دعوا سر اون نبود دعوامون که. بعد اگه الان دوتا شما هم تو آسانسور ببینید چی کار میکنی؟ سلام علیک میکنم. هیچ کاری نمیکنی مثلا حالتو میخوام موقع رو دارم. به خدا خیلی خوب برخورد میکنم، سلام علیک میکنم، خسته نباشید میگم، خدا قوت میگم. داره کد میده ولی من بهت بگم 3 بالاتر از تو. چی؟ 3 طبقه بالاتر از تو. شما این چیزا رو از کجا میفهمین؟ بله امین فرمی هستم پلیس
نه آخه یه ذره هر چقدر آقای خبرنگار باشی چرا میری دنبال خونه های مردم میگردی آخه؟ حالا من نمیگردم، اونا میگردم دنبال من. یعنی میان میگن؟ نه اونا برای چی بیان بگم؟ من به خونه من نه عرضم بزرگ. حالا به چیز دیگه هم جدید تا 2-3 روز دیگه یک میاد یا پایین جفت خودت آدم خیلی معروف. کی؟ حالا میاد دیگه. من کرکوپرت میریزه بفهمی. خب بگو دیگه اول اسمش چیه؟ 3 چی؟ 3 سه؟ آره من نمیشناسم سه. فکر کنم اینترنتتون ضعیف شد یکم شطرنجی شدید. واقعا اول اسمش 3 و از ایران میاد. سه؟ بازیگر همون خانوم خانم هم هست. بازیگر همون بازیگری که پاسکاری میکردید عکسشو؟ آها پس لایو دیدی. بابا میگم تو اکسپلور دیدم دیگه. آها تو اکسپلور دیدم آره. بله یه همون. تیکه هایشو برداشته بودن پخش شده بود تو اکسپلور نگاه کردم. برای منم بفرستید هم موقع اکسپلور اومد چیزی. اوکی براتون میفرستم حتما. آره بعد همون خانم بازیگر نه شما از کجا میدونی میخواد بیاد حالا اینجا خونه بگیره؟ در جریانش هستم، قراردادش هم بسته شده چرا حالا بغل من؟ دیگه. به هر حال میخواد پکیج رو کامل اونجا داشته باشه. من هیچ پکیجی به کسی نمیدم. نه شما که نه، ولی خب طبقه بالاترتون هست دیگه. اون نظر. ولی من کلا درای خونم به روی همه بسته است. اینو گفتم همه در جریان بود. هیچ کس رو راه نمیدم. ببینیش نمیخوای چایی مثلا؟ نه اصلا هیچ کس رو راه نمیدم. من اصلا با هیچ کی دوست ندارم ارتباط برقرار کنم. من همه میترسم الان. خدای الان چرا با من لایف میذاری؟ من نمیترسی؟ نه خود شما من تو خونه بودم. شما که پشت گوشی، شما چه آزاری میتونی به من برسونی؟ من یه سری دیتا ها میتونم خیلی چی؟ یه سری دیتا ها میتونم بدم که از من؟ نه از تو نه، بیا حال هستن دیگه کسایی دیگه هست. آره خوبه اشکال نداره فانه. آمار رو به دست میاره دیگه که همسایت من آخه نقام به دست میارم دایرکت ازتون میپرسم دیگه. لایف میذارم به خاطر فانش. خوبه مردم دوست دارن حس کنم. من یه چند شب لایف نذاشته بودم همه بهم میگفتن تو رو خدا با آقای فردین لایف بذار. اینجوری دوست دارن. به خدا واقعا بهم میگفتن واقعا میگفتن چرا دیگه با آقای فردین لایف نمیذاری؟ سرگرمی شده واسهشون یکم. خوششون میاد. هر دوستان اگه سوالی دارم بگم من دایرکت بپرسم. الان کار میکنه مثلا قبل. خب لیلی پس نگفتی تو لایو قبلی هم نگفتی که کجا تو عمل کردی؟ گفتی نه این بحثا رو ولش کن. ببین بیا همین راجع به دیگران غیبت کنیم. بیا غیبت کنیم. مردم هم دوست دارن اتفاقا. منو ول کن. من خودم بیا روبروی هم نباشیم با هم کل کل کنیم. بیا غیبت کنیم. سبزی ریحون نداره بشینیم با هم دیگه سبزی ریحون پاک کنیم فلان. سبزی ریحون ندارم ولی اصلا هم دوست ندارم. میتونیم بالاتر بگیریم. اونا میتونن بیان از من بگیرن. من مشکلی با کسی ندارم. از بالا به شاید مثلا تا 2 هفته پیش داشتم ولی الان من مشکلی با کسی ندارم. حتی از همین خانم ریحونم هیچ مشکل ندارم. همه چی خیلی اوکیه. من دوستم با همتون. قبلا که میگفتی نمیشناسمش. خب دیگه وقت خودشون گفتم. ببین من گفتم دختر نیستم آبروی کسی رو ببرم. اگه میخواستم آبروی کسی رو ببرم خیلی حرفا توی این سینم بود و میومدم توی لایو میگفتم ولی هیچ وقت این کار رو نمی کنم چون دوست ندارم آبروی کسی رو ببرم. آره یارو برام سوال بگو امین بگو یکی از
آبدارا ازت نگو فلانیه، فقط رو تیکه آبی مانور بده، بگو نظرش چیه، اگه بیاد جلو جواب مثبت میدی. چی؟ نوشته که امین بپرس که یکی از تیکه آبدارا ازت خوشش اومده، فقط نگو کیه طرف، فقط روی تیکه آبی مانور بده، بگو نظرش چیه اگه با تیکه آبی بیاد دایرکتت پیام بده. یعنی آقای واقعا احسان فکر کردین که من الان چون تیکه آبی دارن جواب میدم؟ نه، من خیلی شاخ‌تر از این حرفم. واو. من تیکه آبی برام مهم نیست. چی برات مهمه؟ یه دو تا از ملاکاتو بگو. دوست از ملاکام. سه تا ویژگیایی که من بعد فعلا نمیتونم فکر کنم به این نه چیزا. نه مثلا ملاکم برای اینکه رل بزنم و میگی بعد کی باشه؟ مترت چیه؟ الان پویان فردا ما رو میکشه. مثلا مترت چیه مثلا کلا؟ نمیتونم خلام به این قضیه فکر کنم. یعنی واقعا الان نه استانداردات مثلا استانداردها همه دارن. استانداردم اینه که باید موهاش مشکی باشه، چشم و ابروش هم مشکی باشه. همین. آره نمیتونم بگم الان تو مغزم چیزی نمیاد، ولی من کلا از بچگیم از پسرای چشم و ابرو مشکی و مو مشکی خوشم میومد دیگه. ولی الان واقعا اصلا قصد هیچ چیزو ندارم. من الان تنها فقط دارم به پیشرفت فکر میکنم فقط و دختری باشم که چی؟ موزیک و این چیزا. آره چی؟ به موزیک فقط فکر میکنی که موزیک تو پیشرفت بدی و موزیکمو پیشرفت کنم توش و سایت جدیدم گادبت. اونو ول کن، الان شرقی میشه دستم. چرا؟ میخوام تبلیغشو کنم تو لایوم. چیه مگه؟ تبلیغ کن بعدش بچه ها سایت گادبت میتونید همین الان بیاید توش بازی کنید. بچه ها دارن سر میز انفجار شارژ میکنن. میتونید شما هم یه تبلیغ برام بکنی. باز تبلیغ کنید تو سر این برام همه بزنن. تو حالا ولش کن. بیا برو گزینه بعد. میتونید بیاد برید تو پیج من بالا اینا. خب حالا اوکی، مشکل نداره. خب داشتیم چی میگفتیم؟ تبلیغ جفتمون گرفتن تو برید. آره شما تبلیغ پیجتو کن، من تبلیغ سایتمو. من که تو پیجم الان هست. اون آقا پسری که صدای شما رو دوبله بلوری به من الان بگو که نیلی خانوم خنده من رو خنده دوبله بزنم، حس عذاب وجدان دارم. بگو لازم نکرده، شما ما رو مسخره کردی، شما منو مسخره کردی و من دیگه واقعا نمیبخشمت. حالا به خاطر من دارم. نه من دیگه نمیبخشم چون من حالم بد بود، از گریه من سوء استفاده کردین به خاطر لایک و ویو. ببین 1,000,000 نفر دیدن، 7,000 نفرم کامنت گذاشتن برات. آره خب دیگه زشته دیگه. حالا اشکال نداره، من بخشیدم دیگه. ولی اوکی. خوشتون اومده خب این همه آدم دیدن دیگه. اشکال نداره، من بخشیدم. اوکیه. ولی خیلی خوب رو تیز کرد خدایی. من هم آره خدایی من خودم هم خندم گرفت دیدم، ولی میخوای اشکال نداره من بخشیدم. یه بار دیگه برای همین الان عزیزمون پخش کنم؟ پخش کن. نه پخش نکن، حالم بد میشه خودم رو تو اون وضعیت میبینم. خب شما یه دقیقه برو قلیون تو بکش من برای همین الان. نه ولش کن، تو پیج خودت بذار. چقدر اون ویدیویی که درست کرده بودی باحال بود. ببین 10 بار دیدم. بدون فایتر عین 10 بارم همش خندیدم. خیلی خوب بود اصلا، خدا بود خیلی خوب بود. فایته که میگفت بزنیم و اینا. وای ببین من فکر کن تو 2-3 روز اولی که گذاشته بودی هر روز صبح بیدار میشدم میدیدم میخندیدم، روحیه میگرفتم به خودم. الان خیلی خوب بود. روحیه گرفتن اصلا عالی درست کرد. من اصلا خیلی خوب بود نگم دیگه، خیلی خنده دار بود. بازم این ویدیوها درست کن. بذار استوری دوستان بیان بریزن تو. ببین نه نمیتونم، من معذوریت دارم، استوری نمیتونم. میدونی که معذوریتم چیه؟ من الان
یه حرکتی بزنم ملت میریزن والا کاری که نکردم و صدای گارسون اومده کل همه پویان بخرت پویان همین مونده دیگه بیام همینو هم استوری کنم هیچی دیگه. برای منم فرستادن دایرکت منم اصلا قشنگ نمیدونی چی کارم کردن که دیگه داشتم میگم خدای چتونه دیگه یه کاری کردم بیام توضیح بدم دیگه. من که اصلا توضیح نمیدم هیچ وقتی چیزی رو تو استوری بودن. چی؟ صدا خیلی قطع و وصل میشه. من نمیدونم بذار اینترنت هم چیز باید واسه. اوکی. نداری طاقت این مشت منو برو نگاه کن پشت سر رو تحمل یه شک برای نداری. خب اولین پسی اگه نیفتادی اسممو بذار خالقتی دور کلام قرمزی کن شاخ بشی اصلا پامم تو کونت پلشت به قرآن فقط با دستکش کشیده میزنم. صبر کن جلو من قد علم نکن که نتونستن تو کنده تراش کشیده میزنم. بکت میاد اینور دماغت میره اونور شده بمیرم نمیبازم فایتو نه. من فکر میکنم این تتلو بزنه میزنه تو خواهی من فکر میکنم این بزنه بدنش آماده است. نداری تو بیشتر بهت میخوره مثلا 75 بهت میخوره. 75 آره 75 میشه کمتر سنم نمیشه بیشتر. بزنم یه جا دیگه 27 سالمه. بپرس نیلی به خاطر پول با پویان ازدواج که نکرده بودن حالا دوست با پویان بودی به خاطر پول ندی. خب اینو من میدونم نبوده چون روز اول که با هم بودن انقدر پول نداشتن. نوشتن که پویان موهاشو سفید کرده به خاطر همین ازش چون تو مو مشکی دوست داری. صدات یه ذره قطع شد متوجه نشدم. میگفتن که پویان چون موهاشو سفید کرده و تو مو مشکی دوست داشتی جدا شدی ازش. نه دیگه رنگی کنه اشکال نداره که رنگ کنه ذاتاً موهاش مشکی بوده دیگه رنگ کرد به خاطر اون نبوده. بذار ببینم که چیز درست کاملا نشده. بچه این چیزا چیه توی کامنت ها میگید؟ واقعا من واقعا اصلا دلم نمیخواد در رابطه باشم با کسی. تنهایی رو خیلی دوست دارم. چی نوشتن؟ بگو راحت باش. نمیتونم بگم با کی؟ همونایی هم که کامنت های چرت و پرت میذارن هی میچسبونن منو به چندین نفر. من اصلا واقعا اصلا هیچ وقت به هیچ عنوان کسی رو از من نخواهید دید. همینجا بهتون تو همین لایو قول میدم هیچ کسی رو در کنار من دیگه تو اینستاگرام نخواهید دید. من خودم نه هیچ وقت. من الان گفتم که میخوام تنها باشم. حالا ببینیم الان داغ رابطه. یکی نوشته نیلی مگه 3 تا خونه نداشتی پس چرا مستاجری؟ تو از کجا میدونی من مستاجرم؟ کی به تو همچین حرفی زده؟ جایی که زندگی میکنه خیلی نگم بلوبری طعم قلیونش نوشته یه بار برای همیشه آره من جای شما جواب بدم. نوشته یک بار برای همیشه توضیح بده که علت کات کردنش با پویان چی بوده از زبون خود نیلی ناموسن بده. از زبون خودم. خب من هی نمیخوام راجع به این قضیه صحبت کنم ولی شما از من این سوالو میکنید. باشه من یک بار برای همیشه توضیح میدم ولی پروندهشو دیگه ببندیم. باشه برای منم بفرستید. خب اوکی. خب تنها دلیلی که من دیگه نتونستم توی اون زندگی باشم این بود که دیگه با هم نمی ساختیم. یعنی مسیرامون عوض شده بود. خب یعنی من دنبال عشق و زندگی بودم ولی پارتنرم طرف مقابلم دیگه دنبال عشق و زندگی نبود. دیگه دنبال یه مسیر دیگه بود. شاید با کسای دیگه آروم میشد دیگه با من آروم نمیشد. میدونی؟
یعنی دیگه هیچ آرامشی در کنار من نداشت، با کسای دیگه آرومتر بود. از کجا رسیدی؟ میفهمیدم دیگه اینا رو، از رفتاراش میفهمیدم. دلیلش هم همین بود. یعنی ما مشکلی سر یه خانومی که مثلا اومده حالا تو آنتاریا اصلا ربطی به اون خانوم نداشته. چرا من ناراحت شدم از اون خانوم ولی ربطی به اون خانوم نداشت. ما خیلی، من قبلا هم اینو گفتم، ما فقط سر همون خانوم اینو مشکل رو نداشتیم، ما سر خیلی از خانومایی که اونجا میومدن میرفتن این مشکل رو داشتیم. سر تنها اون خانم نبوده. حالا اون خانم شد بهونه این وسط که دیگه همه چی خیلی جدی تموم شه، ولی قبلا هم این داستانا رو داشتیم با کسای دیگه ولی هیچ وقت خب کسی ندیده بوده و نمیدونسته. ولی مشکل از ما بوده که با هم دیگه مشکل داشتیم، مشکل از شخص خاصی نبوده این وسط، کسی مقصر نبوده، ما دیگه فکرامون متفاوت شده بود از هم. به خاطر همین دیگه اون آره دیگه وقتی 6 ماه از هم دور بودیم دیگه، توی اون 6 ماه من نمیدونم اونجا چی گذشته بوده چی نگذشته بوده. کلا وقتی که برگشت از سفر 2 هفته فقط اوکی بود و حالش بود. بعد 2 هفته من یه آدم متفاوتی رو دیدم که توی اون 2 سالی که باهاش زندگی می‌کردم اصلا دیگه اون آدم نبود. یه درخواستای عجیب غریبی داشت و اصلا دلم نمیخواد راجبش حرف بزنم، ولی دیگه بعد از اون 6 ماه دیگه اون آدم قبلی که من میشناختم و 2 سال باش بودم نبود. یه آدم دیگه شده بود که فکرش رفته بود از فکر پیشرفتی که با هم همیشه داشتیم دیگه اون فکر پیشرفت رو نداشت. فکرش پیشرفتش با دخترای دیگه بود، یعنی دیگه با من به فکر پیشرفت نبود. دوست داشت با کسای دیگه به پیشرفت فکر کنه، با کسای دیگه پیشرفت کنه دیگه. این بود قضیه و منم با این قضیه نمیساختم که من باشم و بخواد مثلا با کسای دیگه پیشرفت کنه. من گفتم ترجیح میدم نباشم و من احترام میذارم به خواسته آدما. مسئله این بوده، نه به خاطر کسی ما دعوا کردیم و مشکل شخصی خودمون بوده که این اتفاق افتاده. آخه اومده بودی کسی نبوده. یه بار گفتی که آره مثلا زیر گوشش یکی میمده حرف میزده فلان، باش در تماس بوده اینا. کی باش در تماس بوده؟ کسایی بودن که خودت فکر کنم استودیو داشت، یه زیر گوشش میخوندن، زیر گوش پویانو بهش خط میدادن و اینا. نه من نگفتم اینو اصلا هیچ وقت. نگاه کنم. نه اینو من نگفتم اصلا. یکی از دوستان سوال خیلی بجایی پرسید، گفتن نیلی چرا از وقتی که پویان جدا شده خوشگل شده؟ آدمو وقتی نمیدونم روحیه گرفتم، خیلی روحیم بد، روحیه الان دارم. واو دوستان برید کات بکنید خوشگل‌تر میشید. نه به خاطر اون. من میدونی شخصیت من چجوریه؟ من یه آدمیم که وقتی وارد یه رابطه میشم، نه تو مثلا اولین بار بود اصلا این اتفاق واسه من میافتاد، 0 تا 100 خودم و همه چی و وجود و مغز 3 ماه پیش 4 ماه پیش اومد گریه. این ایراد من بود. من اگه خودم رو فراموش نمی کردم هیچ وقت این اتفاقای بد نمی افتاد، این اختلاف نظرها به وجود نمی اومد. تمام اشتباه من از این بود که من خودم رو فراموش کردم و یه کاری کردم دیگرانم منو فراموش کنن. این بزرگترین اشتباه من بود که این کارم خودم کردم. با فراموش کردن خودم به دیگرانم اجازه دادم که منو فراموش کنن و بزرگترین اشتباهم بود. پس عامل خوشگل بود شدنت این بوده توسط دوستان؟ عامل خوشگل شدنم این نبوده، عامل روحیه گرفتن. الان روحیه دارم. اون زمان خودم نبودم، خودم رو فراموش کرده بودم و خودم رو وقف کرده بودم، یعنی فدا کرده بودم خودم. الان خودمم، به خودم میرسم. آره خب بعد آره. نوشته که ما فهمیدیم که آقا دوستان نکته هم بگم که اینقدر صداتون قطع شد، اصلا ما نفهمیدیم چی گفتیم. الان میاد صدا؟ آره الان میاد. آقا این زیر می‌نویسید شیخ مهدی شهرمندی. شیخ مهدی دوست من و پویان و سایر دوستان، ننویسید بنده خدا هم اصلا توی 2 تا بچه داره، اصلا توی این فازا نیست. گفته که یه چیزی که پرسیدن دوستان اینه که چرا عکساتون رو از پیج هم دیگه پاک نکردید؟ خب آخه ما دشمن هم نیستیم که،
یه خاطره بوده، یعنی حالا دلیل بر این نیست که ما حالا من بالاخره یه زمانی اون آدم تو زندگیم بوده، دوستش داشتم، اصلا دشمن نشدم باش که بخوام دیگه هرچی خاطرات خوبم داشتم پاک کنم. که این به نظرم طرز فکر اشتباهی که 2 نفر دیگه با هم کات میکنن دیگه، نمیدونم کادوهاشون رو پس میدن و نمیدونم عکساشون رو پاک میکنن و نامه ها رو پس میدن. نه بابا دیگه اون زمان گذشت. خیلی اوپن مایند برخورد میکنید با این مورد. آره ما بالاخره روزای خوبم خیلی داشتیم، چون الان بده در نمیشه روزای خوب نداشته، روزای خوبم هم خیلی بوده. نوشته جون مادرت، برای من نوشته جون مادرت ازش بپرس هنوز دوستش داری، اگه برگرده قبولش میکنی پویانو؟ یا قسم مادر میزنی. نمیدونم الان دوست ندارم. نه من الان نمیشه این سوالو نپرسین فعلا. من نمیتونم، من باید فکر کنم روی این سوال که جواب بدم. الان جوابی ندارم واسه این سوال. نمیتونم بگم آره، نمیتونم بگم نه. نمیدونم جواب این سوال. درست، پس یعنی دوست، ولی کلا باش در تماس نیستی اصلا. برسیم. خیلی راجع به سایت پرسیدن که من اصلا نمیپرسم ازتون سایت رو. بیشتر راجع به سایت پرسیدن دیگه. راجع به خانم 3 اسم بردن که کاملا درست میگید. چیه خانم 3 داستانش؟ خانم 3 که قراره بیاد ترکیه همسایه شما بشه. من سوالات دایرکت رو دارم میخونم و سوال میخونم. چقدر میان دایرکت شما؟ آره خانوما اینا از تو لایو میپرن میان. فکر کنم 2 تا گوشی دارن و منم دارم میخونم. بپرس از نیلی فردی نگه جدا شدید و دیگه در ارتباط نیستی چرا هنوز همدیگه رو فالو دارید؟ منم گفتم ما دشمن هم نیستیم، کات شده تموم شده رفته، دشمن نیستیم که. میخوای 4 تا فوش هم به هم بدیم راضی میشین؟ نه من که راضی نمیشم. والا حالا مشکل چیه؟ مشکل الان مهم اینه که ما دیگه با هم تیم، حالا چه فالو داشته باشیم چه نداشته باشیم، چه عکس باشه چه نباشه، ما دیگه با هم نیستیم، ما کات کردیم. نوشته که علت کات شدنش هم پرسیدم دیگه. نوشته سلام از نیلی بپرسی 15 میلیون بهم قرض میدن آیا؟ نه من مگه صندوقچه خیریه دارم اینجا؟ نوشته بودن دیگه. نه من همچی کاری نمیکنم. نوشته که یارو از من اگه تو سایت بازی کنن شاید سر میز انفجار شارژش میکنن. بابا بنده خدا اصلا ندارم با ناله سویا کنم، بعد تو میخوای بگی بیان تو سایت. بعد نوشته که نوشته که چرا پی رو از رو آیدی برنمیده. پی یعنی چی؟ پی رو از تو آیدی برنمیده. اصلا چرا به این چیزا گیر میدید واقعا؟ من نمیفهم. من آیدیم پی دات نیلی افشار الان 1.5 سال این آیدی منه. من اگه عوض کنم آیدیمو، اولا که گمم میکنن کسایی که منو فالو نکردن ولی میان از تو سرچ پیگیری میکنن منو گم میکنن. دوم من این که اینستاگرام بهم اجازه نمیده من این کارو کنم. من اسکرین شات هم گذاشتم، اینستا بهم میگه چون تعداد زیادی فالوور داری باید اول پیج چک بشه، ما ببینیم پیج تو، بعد یوزرنیم تو عوض میکنیم. اجازه به من نداده که من عوض کنم اینستا. بسیار بدونم. آره. کسی دیگه تو دوستانم تو لایو اینجا نوشته که تتلو از دفاع که هیچی نگفتی راجبش. متوجه نشدم، صداتون باز قطع شد. میگه تتلو از نیلی بپرس که تتلو ازت دفاع کرد تو تلگرامش هیچی نگفتی. دفاع چی؟ دفاع راجب چی؟ نمیدونم، دوستان نوشتن دفاع کرده بوده، حالا من نمیدونم چه دفاعی از شما، احتمال دفاع کرده ازت دیگه. در چه خصوص؟ اولا این که اگر دفاع راجب چیزای اخیر، داستانهای اخیری که پیش اومد، اگر دفاع راجب اون قضیه بوده که نمیدونم چی بگم، ولش کن. نوشته که به نیلی بگو کلاشو برداره. نمیخوام. سوال قرار شد، درخواست نداریم که اینجا سوال قرار شد بپرس. نوشته که من حس میکنم موهاش
پستیش مهم است. نه بابا موامو رنگ کردم. بچه کلا هر روز دارم استوری تا حالا امشب کلا سرمه. حالا نمیشه ما کلاتو برداریم. الان موام به هم ریخته است آخه. خیلی به هم ریخته. به من کنجکاو شدم. گفتی نه من الان کنجکاو. ول کن دیگه برو سوال بعد. 2-3 نفر نوشتن رفتم سوال بعدی. نه نمیشه. من دارم جواب میدم. نه نمیشه. مرسی. سوال بعد. میشه اون چیزی که رو سرشه ورداره؟ لطفا سوال بعد. اون چیز مشکیه که رو سرشه میگم وردار. الان همین سوالا رو تکرار نکنید لطفا. آها. نوشته که خودش گفته خونه رو اجاره کرده. ما نگفتیم. خب اگه خودم گفتم که اوکی. نه یادم نبود ببخشید. نوشته که رابطت با خانم رکسانا چجوریه؟ خوبه یا بده؟ دختر خوبیه. آره رابطم خوبه. آخه یه عده فکر می‌کردن اون نفر سومی که با پویان بوده رکسانا بوده. نه بابا بنده خدا اون یه دختر کوچولوی بی‌حاشیه است که با کسی هم کاری نداره. آره. نوشته که منو بیار سعید جان 2 میلیون تومان میشه اسمتو بیارم. خواهشم ما بدید من اسمتون آقا سعید اسمتون میارم. آقا سعید جان تو واتساپ سوراخ کردی منو. نوشته بهش بگو خیلی بد اخلاقه. من چرا؟ الان می‌نویسه برام چرا. نه واقعا بد اخلاق نیستم. نه من خیلی دختر با اخلاقیم. آها خیلی خوب گفت. چه سوال خوبی دیدم. تشکر می‌کنم من خواهی موجان دوست 21 که نوشتن که نظرشون رو در مورد خودت بگو. نظر من راجع به شما؟ آره اینا نوشتن میخوان نشون بدن. قاضی اینستاگرام، بازپرس اینستاگرام. بگم تعریف کن پرچم ببر بالا همین چرا؟ ببر بالا پرچم. شما خانومتون بعد ازتون تعریف کنه نه من. خب چیزو میگم اونو که برات دایرکت فرستادم. الان تهدید منو میکنی؟ نه به هر حال گفتم که نوشت نمیخوام. داره چشم آقا نمیاد. خب دیگه صداتون خیلی قطع و وصل میشه ها. یا اونی که تو دایرکت برات نوشتم. خب بچه‌ها بذار من بخونم. صداتون قطع میشه. خب الان بهتر شد. من اومدم رو وای فای. صحبت کنید ببینیم الان که میاد. میپرسن که نظرت رو قاضی اینستاگرام دلیل نمیشه. نوشته وای چه جنجالی به پا بشه با 3 و ر در یک آپارتمان. در 3 و ر با 3 و ر در یک آپارتمان. من با هیچ کسی هیچ مشکلی ندارم. من همه رو دوست دارم. به همه احترام میذارم. همینجورم متقابلا توقع دارم همه هم بهم احترام بذارن همه دوستم داشته باشن. خب اون سوالات قدیمی میپرسید که من قبلی پرسیدم. سوالات جدید بپرسید. همون دنبال سوالات جدیدم چون کرده به امیر تسلو کلیت کردی تو همین کلیت نوشته. کلیت کردی رو امیر تسلو. من برای چی باید کلیت کنم؟ نوشتم بگو فیلتر رو برداره. بر نمیدارم. خواهش میکنم. درخواست قرار نشد از من داشته قرار شد سوال از من بکنی. یا کلاتو بردار یا فیلتر رو بردار. قرار شد سوالایی که بعد این فیلتر رو من فیلتر میذارم بد میشن. عادی باشم بهتره. آره من همتون رو دوست دارم. شما هم منو دوست داشته باشید. نه میگن بد اخلاقی. میگن چرا به همین فردین گفتی قاضی اینستاگرام. بچه‌ها بعدشون اومده. خب شما بازپرس اینستاگرامین. شما میرید نه شما کاراگاه گجتین. شما بعد اسمتون بذار کاراگاه گجت. میری آمار همه رو در میاری. کاراگاه اینستاگرام. عجب کاراگاه گجت. این سوال خیلی سختیه ولی واقعا دوست جوابشو بدونم. میگن که قبول هرچی داری از پویانه.
ما به هم کمک کردیم. آره من قبول دارم 20 سنتی وقتی این آقا اومد تو زندگی من خیلی باعث پیشرفتم شد. ما به هم کمک کردیم که الان این موقعیت عالی رو داریم. من قبول دارم. آره نوشته که همین جون مادرت اسم منو بگو تو لایف. ایمان مینی هستم 2 میلیون میدم به مولا. ول کن سوالا رو بپرس، اینا رو حاشیه‌ایه ولش. نوشته لطفا واسه صداتون قطع و وصل میشه. دارم سوال نشدم. یه سوال پرسیده، خب من برای تو دایرکت فرستم، بعد شما هم جواب بده. باش. آخه من چی بگم؟ نظری ندارم. نظری نظر من پرسیده که نظرتون راجع به آهنگ بودن که قراره در روز آینده نمیگم که بده. نظری ندارم. ببینم که این نمیشنوم. قطع و وصل میشه. جان به نیل خانم بگید که من یه صدایی که دارن تو لایو میخندن رو رکورد کردم و میخوام صدا گذاریش کنم به جای اونی که گریه کرده بود و دوبله کردم و بگید که من واقعا قصدم لایک و کامنت نبود چون فکر نمیکردم انقدر لایک و کامنت. نه بابا من شوخی دارم میکنم. اتفاقا کار خوبی کردی، بازم از این کارا بکن. آفرین. شوخی کردم. من قاضی نیستم میارم اینجا بعد طرف نه من شوخی کردم. سوء تفاهم نشه. من واقعا شوخی کردم. شما هر چقدر دلت میخواد از من ویدیو درست کن. همه که درست میکنن شما هم روش. میگه بگو قیمت ماشین چنده؟ قیمت ماشینم اینجا 2 میلیون و 2,200,000 لیر. ماشاءالله. یه پاشوگر مامی برای خودت خوشم اومد. ببین یه چیز بگم یه دونه از اون ویدیو هم برای من درست کن. من هر روز برام درست کنی نگاه میکنم. خیلی خوبه. یه دونه حتما از اون انیمیشن ها برای من درست کن. هزینه برده این انیمیشن. ای بابا ول کن دیگه. یه دونه درست کن من شیرش میکنم. الان نقش شوگر مامی داره. من نه 5 میلیون از تو بگیرم 2 میلیون. نه من شوگر مامی کسی نیستم. من برای بچه‌ها میخوام، خودم که لازم ندارم. نه اگه برام درست میکنی بذاری من هر روز نگاه میکنم، شاد میشم، تو استوری من شیر میکنم. بذار من بپرسم ببینم بچه‌ها قبول میکنن. من قول نمیدم به شما. خیلی خوبه. از این خنده‌دارا درست کن. باش. نوشته که آهنگای پویان رو گوش میدی؟ گوش میدم. ماش این سلیقت. نوشتن مجانی که نمیشه، بعد هزینه پرداخت بکنید. نمیخوام مرسی متشکرم. اصلا از من چی میگن؟ آره از من چیزی در نمیاد. خیالتون راحت. من اگه بتونم اصلا 1000 تومانی بکشم من چه کردم؟ از من هیچی در نمیاد. خیلی من خسیسم. واقعا چرا؟ موقع کسی نمیاد سمت تا مگه من احتیاجی دارم؟ نیان. واو. خب سوال بعد. نوشتن که سوال مسخره ای، اصلا من نمیخونم اصلا این سوالو. آها نوشته چرا پویان گفت نیلی تو شاه چند کیلومتری من نباید باشه و تعهد داده؟ من نمیدونم، واقعا نمیدونم. ولش کنید دیگه این قضیه رو، بریم سر یه مسئله دیگه. چرا همش راجع به این بابا این قضیه واقعا تموم شد دیگه. ولش کنید دیگه. کار کرده بودی که الان چند کیلومتریش هم نمیتونی بری؟ من نمیدونم، از خودشون بپرسید. من اصلا نمیدونم، واقعا نمیدونم. از خودشون بپرسید. میشه راجع به دیگران غیبت کنیم؟ خیلی بیشتر حال میده. اینم دیگران ها. نه یه کسی دیگه. حالا
خب نظرت چیه خانم سه میخواد بیاد همسایت بشه؟ خانم سکیه. خب تو دایرکت هم بگو، بعد من بدونم قشنگ که راجبش حرف بزنیم راحت تر. من نمیدونم، مردم هم نمیدونن، یه ذره عجیبه. الان می‌نویسم. خب دیگه همونه دیگه. نظر نه آخه خوبه، اوکیه. می‌نویسم. نه پسرش بود. نفهمیدم یعنی صداتون. هم دوست پسرش بود تو ایران. آها خب من هر دو تا حدس رو درست زدم. حال کردی؟ خدایی خیلی باهوشم خیلی باهوشم. ولی خب استثنا بعد کیه تو واتساپ به هیچ کدومتون نمیگم کیه. خب بگم بهشون یا نه کی بوده؟ اگه دوست دارید صلاح میدونید بگید. نه بخوام به حال همسایه شما میشن دیگه، بعد ما رسم همسایه داری رو به جا بیاریم. باشه بگید. ولی چه خوب میشه مثلا. میخوان کسب حجاب کنن ایشونم؟ حالا نگو بابا، نسوزون خبر رو، بذار 2-3 هفته دیگه بشه شاید اصلا نیومد کلا. من چه فازیه افتاده بین بازیگرا. کشف حجاب جدیده مد شده. ما بریم حجاب کنیم، پس مدش کنیم. تو برام تو واتساپ فرستاد. باشه اشکال نداره، جواب شما میدم به تو واتساپ. ولی خب به حال میخواد بیاد کشف حجاب بکنه. اونم نوشته که خودت هم نظرتو در مورد شخصیت نیلو بگو توی لایف.